برادران که از کندهار هستند را ساختن. واقعا یک موتر مقبول و جذابیه. در مورد یکی از خاطرات بسیار بسیار شیرین تان برای بیننده ما بگید. این کاملا بیشی حرکت میکنه، بدون کدام لینی حرکت. یو د اوبو توربین دی چې هغه برق جوړوي او برق تولیدوي. این تانک برق است، به طور نمونه جور شده، داخلش یک 2 ولت بطری داره، چارج میشه. از ما بخش مدلینگ تعمیرات ساختمانی است که مثال برج ایفل است، بخش دیگه است تعمیر 3 منزله است. پکه هست که با استفاده از ریموت کار میکنه. ما میتونیم با استفاده از ریموتی روشن میکنیم. از 20 درجه طبقه اولش گرما داره، 25 طبقه دومش در 3 طبقه است. خواهم وطن بقای تو را از خدای تو، تا جان وطن مراست گویم ثنای تو. در حفظ توست و وحدت ملی پیام من، این نکته دلکش است که دارم هوای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما هم میهنان عزیزم. امید که جور و صحتمند باشید. بار دیگر من سید محمد محسن علوی با برنامه محسن مهمان خانه‌های با صفایتان شدیم. بیننده‌های گرامی، برنامه امروز ما اختصاص یافته است به یک مکان بسیار بسیار مهم که در اینجا تجارت‌های خرد و بزرگ گرد هم آمده و نتیجه تلاش‌هایشان را به نمایش گذاشتند و امید باشند برای کسانی که به فکر کار و تجارت هستند. خب دوستان عزیزم، پیش از اینکه وارد نمایشگاه شویم و معلومات‌هایی را با هم در مورد علم و تکنولوژی کسب بکنیم، یک معلومات بسیار بسیار کوچکی را در مورد تجارت داشته باشیم. تجارت یا دادستر که به انگلیسی ترید میگویند و تجارت میتونه شامل 3 گزینه باشه: داخلی، خارجی و الکترونیک. پس با محسن باشید. خانم برادرانم، آهسته آهسته رسیدیم به پهلوی مدیر فابریکه ذوب آهن میثم و میخوایم بیشتر صحبت رو با خودشان داشته باشیم. پس با محسن باشید. سلام، خوب هستین؟ سلام برادر محترم، امیدالله عمری، مدیر عمومی فابریکه ذوب آهن میثم. خوب، چه اسم مقبوله؟ میشه برای ما بگین که چند سال میشه در این شرکت ایفای وظیفه میکنید؟ برادر محترم، فابریکه ما که است 17 سال است ما تولیدات خود شروع کردیم. اولی فابریکه ذوب آهن در افغانستان است و من خودم 5 سال میشه که اینجا وظیفه اجرا میکنم. خب در مورد یکی از خاطرات بسیار بسیار شیرین تان برای بیننده‌های ما بگین. خاطرات ما کی است که ما بیرون از افغانستان به نمایشگاه رفته بودیم، بین المللی، نمایشگاه بین المللی بود که در ازبکستان بود که خوشبختانه در قاره آسیا ما مقام اول گرفتیم در سیخ تولیدات خود ما. خیلی عالی، واقعا یک خاطره بسیار بسیار شیرین است. بیشتر کارمندان شما از کدام طبقه می باشد؟ بیشتر از طبقات ذکوری می باشد که ما که از ولایت‌های مختلف، ولی همگیش افغانی است، از خود افغانستان است کارمندای ما. واقعا آدم وقتی میبینه که تولیدات وطن خود به خود میباله. بله، و پیامتون برای کسانی که شما رو میبینه چیست؟ پیام ما برادر محترمی است که از تولیدات خود ما استفاده کنیم، چی از صنایع دستی و چی از فولاد است. باید فابریکات خود، تولیدات خود ما رشد بدیم، خود ما استفاده کنیم تا بیشتر کارمندای ما در فابریکای ما کار کنه، بیرون از افغانستان نرن. تشکر، خداحافظ. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلام، تاسو خوبی؟ خپل خوبی؟ وساتم خطرې کې شکر، سلامت باشی. تشکر. میشه خدا رو برای بیننده‌های ما معرفی کنین؟ نوم زما محمد عارف دی، د کونړ ولایت صنایع مسلکي انسټیټیوټ د 14 ساختمان صنف زده کوونکی یم. خب شاگرد هستین پس؟ الله. خب چه چیزایی را شما در اینجا به نمایش گذاشتین؟
ما دغه درې یا شپږ پروژې موږ تقریبا راوړي دي چې درې یا څلور د ساختمان په برخه کې دي او دوه د برق په برخه کې دي. موږ هلته لرو په کونړ ولایت کې درې بخشونه لرو چې د برق دی، د موټر سازي ده او د ساختمان د تعمیراتو. موږ دغه اوس چې فلحال راوړي دي یو د اوبو توربین دی چې هغه برق جوړوي او برق تولیدوي داسې په وړه ډینامو ده او د هغې د خاطر نه چې بس یو موډل دی جوړ کړی د شاګردانو لپاره دی. دویم دغه یو تعمیر دی چې شیشه یي جوړ دی، د شیشې څخه جوړ دی، 2 منزله تعمیر دی او هغه یو موډل دی چې رهایشي ودانۍ ده د شاګردانو د لارښود په خاطر باندې. او په دریم قدم کې را سره دغه تعمیر دی چې دغه موږ جوړ کړی دی 4 منزله تعمیر دی، هر منزل 4 اتاق لري او دا ټول د کونړ د لرګي څخه جوړ دی چې منظمه حویلۍ هم لري او دغه مخې ته خپل پارک او چمن هر څه لري. دم د شاګردانو د درس په خاطر باندې یو موډل دی چې جوړ دی چې هغې ته په عملي درس کې او په عملي دغه کې به موږ کار کوو. ټولو سره به موږ ته کار کوي. خو دغه تعمیر چې دی تقریبا موږ د یو میاشتې په موده کې ټول صنف ساس کړی دی. ټول دغه دا بل چې دی دغه د 10 ورځو په موده کې ساس شوی. دغه یو تعمیر هغه تقریبا دوربین چې دی دغه موږ د 15 ورځو یا د 6 ورځو په موده کې ساس کړی دی. بیا سره نورې پروژې هم شته دی چې دلته موږ سره موجود دي چې دغه یو پارک دی دا په کونړ کې شتون لري. خو د کونړ پارک دی د هغې نقشه ده. نو دغه موږ ساس کړی دی د 10 ورځو په موده کې چې دغه د چای دپاره یو ځای دی او د چای دپاره پارکینګ جوړ دی. بیا په بل قدم کې دغه ټانک دی چې دغه موږ جوړ کړی چې دغه برقي حرکت کوي. مخکې وروسته هم ځي او دا 2 میله دی ټول جوړ د اوسپنې نه دی. په دې کې د برمې ماشینونه بسته دي او د موټرسایکل چنج بسته دی. بیرنګان دی او په هغې حرکت کوي او ټول اوسپنه ده د اوسپنې نه جوړ دی. بسیار عالی، تشکر. میشه خدا رو برای بیننده ما معرفی کنه؟ خودم عبدالرحمن محمدی هستم از ولایت سرپل قریه افردی. خب شما اینجا چی چیزا رو ساختین؟ یا نه شما فقط اینجا به خاطر نمایش اینا آمدین؟ نه، ما قطع همکارای ما یک بایلر برقی جور کردیم، دیگه یک چاقو تیز کنه. خب این چه رقمی کار میکنه؟ میشه برای بیننده ما توضیح بدید؟ وقت که در برق وصل میکنیم با سویچ میزنین، داخلش کویلای حرارتی است، اونمون سرخ میه باز هوا گرم میکنن. این تانک برق است، به طور نمونه جور شده، داخلش یک 2 ولت بطری داره، چارج میشه، باز قطع بطری چی میشه، قطع سویچ در راه میگردن. خب آلی کار کردن میتونین یا نه؟ نمیشه؟ این در پایین اگر باشه باز میشه. از اینجا باز یک سویچ چالان کردن میتونیم اینه باز ببینید. واقعا چقدر مقبول. ببینین بیننده عزیز، افغانستان ما چقدر پیشرفت‌هایی کرده و میتونین چاقو تیز کنه برای بیننده ما توضیح بدین؟ چاقو تیز کنه مکمل از پرزجات کامپیوتر جور کردیم، از پاور سپلای و حافظه هارد دیسک جور کردیم. باز یک ریگمال چسباندیم اینجا. از این طریقه استفاده کرده میتونیم باز چاقو را تیز میکنیم. بسیار عالی. لباسشویی یک موتور داره، وقت که در برق میزنیم باز این از اینجا چی سویچ های توقیتی و چپگرد رازگردش داره، با سانجی چالان میشه و یک جور لباس میشویه. حالا یارو میفروشن یا نه؟ اما تو برای نمایش ماندین؟ نه، فعلا به طور نمایش ماندیم، باز شپ بیشتر خوبتر جور کرده باز در بازار عرضه میکنم. خب تشکر از شما که تا این دم با ما بودید. بیننده‌های گرامی، یادتان باشه که برنامه امروزی ما اختصاص یافته است به علم و
تکنولوژی و حال ما وقتی که این چیزای مقبول میبینیم که افغانستان ما ایق پیشرفت کرده به خود ما میبالیم و حال پهلوی یکی از برادران ما قرار داریم و بیشتر صحبت رو با خودشون داریم. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستم، بخیر، خوش آمدید. تشکر. میشه خدا نه برای بیننده های ما معرفی کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله هستم، یک تن از مسئولین مرکز نواری افغانستان. خب آقای سبحان الله، شما اینجا چی چیزایی را برای ماش گذاشتین؟ از ما بخش مدلینگ تعمیرات ساختمانی است که مثال برج ایفل است، بخش دیگه است تعمیر 3 منزله است. یک مرکز تعلیمی ساختیم که در او انستیتوت زراعت هم ساخت نقشه کردیم که ان شاء الله الرحمن باید تطبیق شود و یک تعمیر خوب برای مسئولین باید داشته باشیم که بتونم او تشویق و علاقه زیاد به درس خواندن و تحصیل خود داشته باشه. میتونید برای ما بگین که بیشتر شما را چی کسی تشویق میکنه؟ خب تشویق طرف فامیل، دیگه از طرف خودم خود تشویق میکنم. کتاب ایجا خود رساندیم. فکرم زیاد جدی آدم هستین، چون هر کلمه گپایتان خلاصه است. خوب میگذاریم و شما از چی چیزایی استفاده میکنید برای تعمیر خانه های بزرگ و برج پاریس؟ خب از مواد از چوب است و کارتن است، دیگه کدام مواد خاص دیگه نداره، فقط چوب و کارتن است. ببینید دوستان عزیز، تمام کسانی که این چیزای مقبول میسازن تمامش از چیزایی هستن که به کار ما نمیآید و ما میتونیم از چیزایی که به کار ما نمیآید یک چیز بسیار مقبول بسازیم. خب پیامتان برای بیننده های عزیز ما چیست؟ پیام امی است به جوانایی که میخوان واقعا استعداد دارن، میخوان که در نمایشگاهات اشتراک بکنن مثل ما، مثل مسئولین دیگه، میتونن مرکز نواری افغانستان در خدمتشان است که بیاین داخلی مرکز شون و امی استعداد امی نوآوریایی که دارن در خدمت مرکز بگذارن. تقدیر قدردانی دارم از شما که تا این دم با ما بودین. تشکر. خداحافظ. خداحافظ. سلام، خوب هستین؟ سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر. تشکر. میشه نام مبارکتون چیست؟ نام من سلیمان سایس، استاد رشته برق انستیتوت معاونت انجینری کاپیسا. خب بیشتر شما چی چیزی تولید میکنین در این بخش؟ در مجموع وسایل و دستگاه برقی که نیاز مارکت بازار کار باشه. خب میشه هر کدومشان توضیح بدین؟ بله، ما از قسمت شروع میکنیم. شما آنچه که میبینید در تصویر اونجا ما یک وسیله به نام کنترل برق از راه دور داریم که ما میتونیم با استفاده از ریموت که نیاز به هزینه کم داره، ما میتونیم با استفاده از ریموت این وسایل دستگاه ما را خاموش و روشن بکنیم. همزمان هم میتونیم ما روشنش بکنیم و میتونیم به شکل جداگانه هم این گروپ یا لامپ های ما را چه بکنیم؟ ما روشن بکنیم. پکه هست که با استفاده از ریموت کار میکنه. ما میتونیم با استفاده از ریموت روشن بکنیم. یک حسگر داره، باز میتونیم روشنش بکنیم، محیط سرد بکنه، پس دوباره میتونیم این ما خاموش بکنیم. وسیله بعدی ما تاوی آفتابی است. این تاوی آفتابی ما میتونه وسایل حرارتی از قبیل چایبر، دیگ، هر آن چیزی را ما میتونیم غذا آماده بکنیم در وقت کم، میتونیم چای قهوه آماده بکنیم. خب حال برسیم به این واقعا خیلی جالب است. چی هستن ایام وسیله دستگاه خمیرکن برقی است که خوشبختانه ما امروز بتانیم سهولت‌ها را برای خانم‌ها هم در خانه فراهم بکنیم. چیز دیگه که بسیار یک ابتکار جدید است به نام دزگیر میگیم ما ایرا که همزمان 3 الی 4 مشخصه داره. یکی از مشخصش در مقابل صدا هست. فقط اگر ما صدا بکنیم اتومات آلارمش روشن میشه. دیگه مشخصش از طریق لمس است. ما اگر دست بزنیم با این وسیله، با این دستگاه اتومات چی میشه؟ با صدا در میاد. و همچنان اگر ما شوک بکنیم لامپش روشن میشه، گروپ سیگنالش روشن میشه و صدا در میاد. چیز دیگه که ما میبینیم به نام ماشین فرز میگیم. فرز یا قطکن میگیم که بتونه وسایل آهنی را که اونمو مقاومت استحکاکیش بیشتر باشه، مقاومت میخانیکیش میتونه با استفاده از این سنگ چه بکنه او را
عملی قطع‌کاریش انجام بدن. تشکر از شما که تا این دم با ما بودین. تشکر. خداحافظ. خداحافظ. بیننده‌های عزیز با ما باشید. بیننده‌های گرامی، طبق زراعت یکی از مهمترین کارهای برای یک کشور می باشه. اگر زراعت یک کشور بسیار عالی باشه میتونه کشورش به یک موفقیت بیشتر برسد و ما اینجا پهلوی یک طرف از افراد هستیم که یک فارم زمستانی ساخته که در زمستان میتونیم کشت و زراعت داشته باشیم. خب میشه در مورد این اختراعتان بگین؟ بله محسن جان، این برای اولین بار است که در افغانستان الحمدلله ما ابتکار کردیم. این فارم زمستانی است. این از طریق انرژی هفته. اول بگویم که فارم چه اندازه‌اش است. 10 متر برش است، 30 متر درازیش است، 9 متر بلندیش است. در کدام ولایت‌های نصب میشه؟ جلال آباد، لغمان، قندار، فرا، خوست، هلمند، ولایت‌هایی که برف نیست تنها باران است. این از طریق انرژی هفته و گرم میشه. از طریق انرژی هفته و گرم میشه. ما میتونیم مثلا زراعت زمینی خودم مثل بانجان، پیاز، بامیه، کچالو، زراعت زمینی تا تربوز دیگه کش کنیم. این سیستم گرین هاوس که است الحمدلله از 20 درجه طبقه اولش گرما داره، 25 طبقه دومش در 3 طبقه است. طبقه سومش در 30 درجه. حتی از طرف روز ما تا 40-45 درجه میتونیم این حرارت بتیم گرم کنیم. بسیار عالی. چقدر مقبول جور کردین. چندی تونوز در افغانستان یا این پخش کار شدن؟ بنیادی است. این بسیار یک کار بزرگ است در افغانستان و یک چیز جای داره بگیم کشورهایی که اقتصاد دارن، اتم دارن، قدرت دارن، خودکفا هستند، اولین کار زراعت پیشه کردن. چرا زراعت کار یک عمده، یک بخش بنیادی یک وطن است. وقتی که زراعت داشته باشیم افغانستان کشور زراعتی است. وقتی که زراعت داشته باشیم، وقتی که زراعت داشتیم اشکم ملت سیر می باشه، هر کس یک ابتکار یک نوآوری میکنه. و پیامتون برای بیننده‌های ما چیست؟ پیام ما به تمام ملت افغانستان، خصوصا به امارات اسلامی که خدا حکومت از هزار سال بسازد، چرا که ها همه سیستما را به ما جور کردن، ما را رشد بتن. یک مخ سبب میشه میلیون ها نفر داسایش، لک ها نفر مصروف کار میشه. انشالله مرا حمایت کنن، میره برتان قول میتونم اینجا با امید خدا اگر حمایت کنن تا 5 سال دیگه افغانستان از حساب زراعت زمستانی خود کفا میشه. ما میتونیم 1 لک 2 لک دهقان خود مصروف کنیم. خب چقدر عالی. دوستان عزیز، طبق که دیدیم و مشاهده کردیم فرم زمستانی را و حال میبینیم سیستم مرکز گرمی کم مصرف و اینجا مسئولی که فرم زمستانی ساخته بود و ایران خودشان ابتکار کردن و ساختن. میشه برای ما بیشتر توضیح بدین؟ قربان لالا محسنی را ما بر مردم افغانستان برای شما جور کردیم که در زمستان گرم باشین. بله. این دستگاه پکیج مرکز گرمی است. همه تو پکیج کل کشورها جور کرده. از 80 تا 120 متر در 10 ساعت 20 کیلو گاز میخوره، 1.5 کیلووات برق کار داره. اما افغانایی را به خود تعلق نمی بر مربوط کل افغانا میشه. این الحمدلله وطن ما و شما جور کرده. این 80 تا 120 متر گرم باشه، 24 ساعت 10 ساعت روشن باشه، 6 کیلو گاز مصرفش میاد که خانه عایق باشه و 100 وات برق کار داره. ما میتونیم این در بیتیام فعال کنیم. میتونیم این سیستم مدرن خدا دولت‌هایی که اصلا برق نیست میتونیم برای هموطنان خود سهولت بیاریم تا از این مرکز گرمی مستفید شوند. و سیستم اتومات است. خانه یخ شد اتومات روشن میشه، خانه گرم شد اتومات خاموش میشه و در ضمن 5 سال هم گارانتی است. تشکر از شما. قربانتان، تشکر از معرفیتان، از تشویقتان و بازم جای داره که تشکری کنم از نمایشگاه، از مسئولینش و از امارات اسلامی.
اینجا یکی از دوستان ما یک نوع فناوری به طبابت ساختن و میبینیم که خودشون برای ما و شما چی میگه. سلام، خوب هستین؟ سلام، خسته نباشین. شما خوبین؟ بخیره؟ شکر. و میشه بیشتر برای ما توضیح بدین که یا چی هستن؟ بله بفرمایید. این دستگاه اسم هست ونتیلاتور یا تنفس مصنوعی تولید میکنه. میتونه ببین میسنجه که مریض چقدر اکسیژن نیاز داره که وارد کنه. بله میتونه ضربان قلب نمایش بده، دما بدن میتونه نمایش بده، فشار خون رو میتونه نمایش بده. چقدر عالی، واقعا بسیار عالی است. و تا هنوز آیا در شفاخانه رفتن یا نه؟ نه خیر، هنوز اولین باره که ما اختراع کردیم. بله. بله. و میشه برای ما بگین که چقدر طول کشیده را بسازن؟ این را حدود 1 با 25 روز در بر گرفت توسط 3 تا از انجینر صاحبا ما با هم همکاری کردیم ساختیم. بسیار عالی، واقعا چقدر جالب. و هنوز تحت کاره که میتونه بیشتر کاربرد به اضافه کنیم. خب آیا بیننده‌ای که اینجا میان شما رو تشویق میکنن یا خیر؟ بله بیشتر ما رو تشویق میکنن و اینکه از دولت میخواهیم و خیر بین دولت که ما همکاری کرده، همین موافل اجرا کرده که باعث میشه که علاقه ما بیشتر به پیشرفت و الکترونیک بشه. تشکر که وقتی گرانبهایتان صرف ما و بیننده های ما کردین. تشکر. خداحافظ. خداحافظ. و حالا ما برادران هموطنان هراتی ما چند چیز دیگر هم ساختن که بیشتر با خود برادر عزیز ما صحبت داریم. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوبیم بخیریم. وزیر احمد آرمانم از ولایت هرات دستگاه اینکوباتور ساختیم برای امی اطفال که پیش از وقت به دنیا میایه. این دستگاه به سنسورها جدیدی آمده که ما جور کردیم چیزی که لازم بوده. ما این دستگاه از اینجا کنترل میشه. در مورد کاربردش میتون برای ما بگین بیشتر؟ کاربرد یعنی که فقط دستگاه که از خارج میایه به 4-5 هزار دلار فقط حرارت و رطوبت نشون میده. ما رو ازی کار کردیم که هم دما بدن نشون هم ضربان قلب نشون هم اکسیژن داخل ازی باشه که یا دستگاه یک بخشی بوده ما هم رو ازی بیاوردیم کار کرده. و این دستگاه کاملا هوشمند ساخته. هر مشکلی که به خود ازی بیایه به داخل ازی سنسورها ازی به هر مشکلی بزی بخوره ایرور میده. چون یک دستگاهی که زندگی یک شخص حیات یک شخص این کلا ما کد به نمایش دادیم. بله. خب چقدر عالی. و این تانگ یکی از هموطنان هراتی ما ساخته و بیشتر صحبت رو با خودشان داره. سلام، خوب هستین؟ سلام، الحمدلله. خوب هستین؟ شما بخیرین؟ شکر. میشه خودتان برای بیننده‌های ما معرفی کنید؟ چرا کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمود پوپلزی هستم، مؤسس سمستر نهم دوره 5 ساله انستیتوت تکنیک ولایت هرات. آقای محمود در مورد این تانک بگید. این پروژه ما ربات مین پاک از دو بخش اساسی ساخته شده. یک بخش اولی و قسمت محرک اینه که انتقال صورت میگیره. قسمت بعدی قسمت بازوی رباتیک از اینه. این چندین نوع میتونه که خونسا کنه و یا حمل و نقل بکنه. اولین مینی که این قابلیتی داره که خونسا کنه مینی که دارای لینه، یعنی بعضی مینا ما داریم که با قطع کردن لین اینا او خونسا میشه. این گیری پیر از این قابلیت عوض شدن داره، میشه که قچیر بالا از این نصب کنیم که بره به محلی که مین اونجا هسته و لین رو خونسا کنه. این که هست خود بازوی از این چندین مفصل داره برای که کار مین پاک راحت باشه، از راه دور کاملا چه میشه کنترل میشه و توسط برق کار میکنه. ما میخوایم یک حرکت تعمیر بدم که دوستا ببینن. این چپ راست هر بره که خواسته باشین میره جلو دنبال و همچنین ربات چی از این بازوی از این کاملا از راه دور کنترل میشه، بالا میشه، پی میشه. هیچ مشکلی همه هیچ کدوم هیچ مشکلی ندارن. بالا پی همه توسط چه میشه. خب ولی میشه انجام بدیم یا نه؟ حرکت اینا رو ما برای شما چه میکنن. این
کاملا یه چیز حرکت میکنه بدون کدام لینی حرکت و کدام از این چی میگن حرکت میته امی آبی سرخ و زرد و سبز است. خب برنامه آماده کردین برای از اینکه او برنامه توسط ایسیا موبایل از این برنامه ریزی کردین که بعد از یک برنامه داخل از این است کردین که توسط این برنامه او برنامه هم فرکانس کردیم هم موج کردین و او باعث شده که حال ما توسط از این چی کنین. خب بسیار عالی، واقعا این عالی است و آدم وقتی ساخت وطن خود رو میبینه میباله به خودشان. و تشکر از شما. دوستان عزیز، طبق که میبینید ما در یکی از موترهای ساخت افغانستان شدیم که برادران که از کندهار هستند را ساختن. واقعا یک موتر مقبول و جذابیه. حالی میخوایم با مسئولی که این موتر ساخته صحبت بکنیم. سلام، خوب هستین؟ و علیک سلام و شکر، جوانده و سجار است. تشکر. میشه خدا برای بینندای ما معرفی کنید؟ بله، و من عبدالواحد الامیدی در کندهار ولایتیم. خب و چقدر طول کشید تا موتر بسازین؟ دا موټر چې دی 2 کاله وخت نیولی دی، په خاطر د دې دا وخت ډېر نیولی دی چې هم کور چلوي په دا پیسو، اضافه پیسې هم په دا موټر باندې مصرفوي. خب این موتر برای چی استفاده میشه؟ برای موتر مسابقه موتر دوانی یا نه خیر، فقط به خاطر راندنش در سرک ها و برای موترهای دیگه؟ و دا عادي موټران پر کوم دغه ځغستا او د مسابقې لپاره نه دی، دا دغه نمایشي موټر دی او لوکس موټر دی. بله، واقعا موتر عالی است و ببینیم بینندای عزیز چی یک موتری ساختن. واقعا ساخت خود افغانستان هستن و حال ما یک دفعه روشن میکنیم. یعنی دوستان عزیز، ما موتر بلد نیستم، خالی نمیتونیم دیگران خطر نندازیم. این موتر به خاطر ساختش چقدر پول از نگرفته؟ 2.5 لک 3 لک افغانی مصرف کردیم. 2.5 لک. خوب، یا 3 لک. واقعا یک موتر بسیار مقبول است. خاران برادرانم، طبقی که ما و شما موتر کندهار را دیدیم، واقعا مقبول ساختن و در پهلوی موتر کندهار موترهای و تانکهای جدیدی هم هستند که این را از ولایت خوست ساختن و آوردن. ما میریم به دیگر موترها ببینیم که چی از کدام ولایت هستند. این موتر زیبا که ببینن از موتر ننگرهار است. واقعا زیبا ساختن و طبق که من دیدم این میتونه بالا هم شوه و این واقعا جالب و لوکس است. و اینجا میبینیم یکی از مانند تانگ ولی در فکر موتر است و خیلی جالب است. تمام جوش فقط بگه این را قدیمی ساختن و این ساخت خود افغانستان است. چی یک موتری. خب دوستان عزیز، این بود موترهای افغانستان و موترهای بیشترش هم هست مانند موتری که ساخت دست خود افغانستان است. خانم برادران قشنگم، این بود داشته‌های امروزی ما و ما دیدیم که چه چیزهایی را افغانستان ساخته و طبق که شما مشاهده کردید ما وسایل طبابت، تکنولوژی های طبابت، موترها و دیگر چیزها را دیدیم که افغانستان ساخته. این بود داشته‌های امروزی ما. تا داشته‌های بعد خدایا را نگهدارتان. خدا حافظ.